به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت تاپلرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با بخش بعدی آموزش زبان پایتون خدمت شما عزیزان هستم. بسیار خوب دوستان، جلسه قبل با هم دیگه پروژه عملی مربوط به بازی سنگ کاغذ قیچی رو یه مقداری پیشرفته ترش کردیم و اون رو با حلقه وایل ترکیبش کردیم. مواردی که تا اینجای کار یاد گرفته بودیم رو درونش قرار دادیم. این جلسه و چند جلسه آینده رو می‌خوایم بپردازیم به یکی دیگه از مفاهیم بسیار مهمی که درون این زبان وجود داره. می‌خوایم در مورد لیست ها صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونین لیست ها مجموعی از آیتم ها رو تشکیل میدن. به عنوان مثال لیستی از محصولاتی که درون سبد خرید شما وجود دارن، لیستی از دوره‌هایی که شما تهیه کردین، لیستی از دوره‌هایی که شما دارین تماشاشون می‌کنین، دارین دنبال می‌کنین. نمیخوام خیلی مقدمه چینی بکنم، بریم سراغ نرم افزار و کارمون رو شروع بکنیم. یه فایل جدید درست میکنم و اسمش رو مثلا میذارم list.py. مثلا فرض کنید من یه سری آیتم هایی رو دارم. مثلا میگم آیتم اولی که من دارم به عنوان مثال دوره پایتون هستش. خب آیتم دوم من مثلا میگیم دوره آیونیک هستش. آیتم سوم من بگیم مثلا میگیم دوره کاتلین هستش. مثلا 3 تا آیتم دارم، میخوام همه اینا رو بذارم داخل یه دونه لیست. خب الان نگاه کن، اینجا آیتم های من توی متغیرهای جدا تعریف شدن و برای دسترسی به اونها باید با استفاده از نام های مختلف بهشون دسترسی داشته باشم. من نمیخوام اینجوری باشه، میخوام همه اینا درون یک لیست باشن، توی یه دونه لیست باشن، یک جا باشن. برای این کار کافیه من یه دونه متغیر تعریف بکنم. مثلا اسمشو میذارم my list. خب اینجا میگم آقا نشانه لیست چیه؟ کروشه باز و بسته. حالا میخوام آیتم ها رو این داخل قرار بدم. میگم آیتم 1 این داخل باشه، آیتم 2 هم این داخل باشه و آیتم 3 هم این داخل باشه. خب الان نگاه کن، من یک لیستی دارم که آیتم 1 و 2 و 3 درونش قرار گرفته. اینجا نگاه کنید دوستان، موس رو برم روی مای لیست. نگاه کن تایپش لیسته. خب برای تایپ لیست پایتون اومده چیکار کرده؟ اومده یه سری از فانکشن ها رو قرار داده. خودش یه سری فانکشن ایجاد کرده، یه سری میشه گفتش که ساختارها رو ایجاد کرده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. به عنوان مثال فرض کنید من میخوام تعداد آیتم هایی که درون این لیست هستش رو به دست بیارم. الان میدونم 3 تاست، ولی خب مثلا فرض کنید که بعداً میخوام ببرمش واقعا توی یه سبد خریدی و مثلا میگه 50 تا 60 تا 70 تا 100 تا آیتم رفت اون تو. خب نمیام دونه دونه اونا رو بشمارم. به جای شمردن خیلی ساده میام از فانکشن هایی که پایتون برای ما ایجاد کرده استفاده میکنم. اینجا نگاه کن، ما یه میشه گفتش که دستوری داریم تحت عنوان لن. خب این لن یه دونه آبجکت میگیره. خب آبجکت من اینجا چیه؟ مای لیست هستش. خب کار لن چیه؟ میاد تعداد اعضای درونی اون آیتمی که براش فرستادی رو برای شما برمیگردونه. میگم اینو برش دار، پرینتش کن. خب میگم همون رو پرینتش کن. بریم با هم دیگه یه اجرا ازش بگیریم. خروجی رو نگاه کن، میگه 3 تا آیتم درونش هست. یه ذره بزرگترش بکنم که قشنگ ببینیدش. اینجا کوچیک‌تر بشه. خیلی خوب. 3 رو میبینید؟ تعداد آیتم های درون مای لیست دیگه 1 2 تا 3 تا. مثلا یه دونه آیتم دیگه بهش اضافه میکنم. این آیتم 4 هستش و مثلا میگیم به جای کاتلین باشه jQuery. خب و میگم آیتم 4 رو هم بهش اضافه کن. میام اینجا یه دونه CLS میزنم، میگم حالا رانش کن. شد 4 تا. میبینین؟ البته یه نکته دیگه، این تنها روش ایجاد لیست نیستش دوستان. اینکه ما بیایم از کروشه استفاده بکنیم، آیتم ها رو دونه دونه بذاریم داخلش. یادتونه توی اون پروژه عملی چیکار کردم؟ اومدم از فانکشن لیست استفاده کردم، از کلاس لیست استفاده کردم. خب که اینجا میاد چیکار می‌کرد؟ یه سری آیتم رو دریافت می‌کرد. درسته؟ مثلا من یه دونه رنج دارم، میگم که my numbers. خب یا مثلا میگیم my رنج، اینجوری بهتره. خب میگیم یک رنجی هستش از مثلا بگیم عدد 1 تا عدد 30. خب یادتونه اومدم اینو پرینتش کردم. وقتی که اینو پرینت میکنیم، my رنج رو پرینت میکنیم، اینجا نگاه کن، میگم رانش کن، همون رنج رو میاره.
خب من نمیخوام رنج باشه، میخوام به صورت لیست باشه. گفتیم میایم این آیتم رو مای رنج رو چیکار میکنیم؟ درون لیست قرار میدیم. میگیم حالا مای رنج رو بهش بده، حالا این رو پرینت کن. خب مای رنج میره داخل لیست، به لیست تبدیل میشه و اون حالا پرینتش میکنیم. حالا میگم رانش کن، نگاه کن، میبینی کلاشر خودش گذاشت آیتم ها رو از 1 تا 29 درونش قرار داد. اون عدد آخرم که حساب نمیشه. اما چجوری میشه به آیتم خاصی از این لیست دسترسی داشت؟ خب قبلا یه اشاره کوچولویی بهش کرده بودم. بذارید من برم توی نرم افزار پینت. اینجا من یه لیستی دارم از چی؟ از یه سری از رشته ها، یه سری از عناوین، مثلا دوره پایتون، آیونیک، کاتلین و جی کوئری. خب پایتون میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا وقتی که شما لیستی از یه سری آیتم ها رو ایجاد میکنیم، من خودم میام براشون یه دونه شناسه در نظر میگیرم. این شناسه ها به صورت پیش‌ورز ایجاد میشن دوستان. به عنوان مثال همین کلاس رنج رو نگاه کن، عدد 1 رو پاک میکنم، میگم که C. خب گفتیم برای رنج وقتی از یک عدد استفاده میکنی از 0 شروع میکنه، از 0 شروع میکنه میره تا یه دونه عدد قبلی اون عدد وارد شده. درسته؟ یه اجرا ازش میگیرم، نگاه کن، از 0 شروع کرد تا 29. خب چرا از 0 شروع کرد؟ این قرارداد دوستان، این یک قاعده هستش. توی لیست ها هم به همین صورت هستش. خب اینجا نگاه کن، میگه آقا شما یه لیست ایجاد کردی، من به صورت پیش‌ورز، به صورت دیفالت به آیتم اول شناسه 0 رو میدم، به آیتم دوم شناسه 1، به آیتم سوم شناسه 2 الی آخر. بذاریم برگردم توی نرم افزار پینت اینجا. خب نگاه کن، من یه دونه آرایه دارم، یعنی یه ذره بزرگترش بکنیم بد نیستش. خب سایزش رو هم بزرگتر بکنیم. من یه دونه آرایه دارم. خب آرایه یا لیست، توی زبان دیگه بهش میگن آرایه، اما توی پایتون بهش میگن لیست. همونه، ساختارش همونه، منتها یه مقداری توی پایتون فرق داره. خب مثلا فرض کنیم توی این لیستی که من دارم از عدد 1 شروع میشه اون آیتم هاش، مثلا 1 2 مثلا میگیم 3 4. یه ذره نوشتن اینجا سخت هستش. خب این آرایه من هستش، لیست منه، اما شناسه‌ای که بهشون تعلق میگیره به این صورت هستش. آیتم اول هر چی که میخواد باشه شناسه‌اش 0، آیتم دوم شناسه‌اش 1، آیتم سوم شناسه‌اش 2 هستش الی آخر. همینجوری میره جلو. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من بخوام به آیتم سوم دسترسی داشته باشم باید از شناسه 2 استفاده بکنم. همیشه یه دونه کمتر هستش. مثلا همین اینجا میگم آقا من توی این مای لیست که دارم، لیستی که دارم، به آیتم سوم دسترسی میخوام داشته باشم، میخوام اون رو نمایش بدم. بذاریم من این رو کامنتش بکنم، بهش احتیاجی نداریم فعلا. اینم حالا اینجا باشه، کاری باش نداریم. میخوام آیتم سوم رو توی خروجی چاپ بکنم. خب اینجا نگاه کنین، میگم پرینت کن چیو؟ همون مای لیست رو برای من چاپش کن. خب اول یه خروجی از همین میگیرم، نگاه کن، یه CLS بزنم، خیلی شلوغ شده بود. اینجا نگاه کن، اومده یه دونه لیست رو برای من گذاشته. خب پایتون، آیونیک، کاتلین و جی کوئری درونش هستن. من فقط میخوام آیتم شماره 3 رو نمایش بدم. میگم مای لیست عزیز فقط آیتم شماره 2 رو نمایش بده، شناسه دوم 0 1 2. خب الان اینجا رو نگاه کن، میگم رانش کن. ببین ذخیره‌اش کرده بودم. این توی مای لنس گذاشته بودم، عذر میخوام، اینجا باید بذاشتم. اینجا شناسه دوم رو بذار، به اشتباه گذاشتم، عذرخواهی میکنم. حالا میگم رانش کن، نگاه کن، فقط کاتلین رو بهم نشون میده. بذار از زوم خارجش بکنم که کد رو ببینید، یا بذار برگردم اینو کوچیک‌تر بکنم، این بهتر هستش. خیلی خوب. اگر بخوام آیتم مثلا اول رو به دست بیارم چی؟ اینو میکنمش 0، چون شناسش 0 هستش. درسته؟ اینو میگم رانش کن، نگاه کن، پایتون رو میاره. آیتم اول منم پایتون بود، آیتم 1 پایتونه. میخوام آیتم آخر رو بیارم، شناسش چنده؟ شناسش 0 1 2 3 هستش. درسته؟ یه نگاهی به این لن بنداز. لن میگه چیکار میکرد؟ یه دونه عدد برمیگردونه، تعداد اعضا.
تعداد اعضای من چنده؟ 4. از 0 شروع نمیشه، درسته؟ اما من میخوام آیتم آخر رو به دست بیارم. نمیدونم که آیتم آخر شناسش چنده. فرض کنید یک لیست خیلی بزرگی هستش، آیتم آخر رو من نمیدونم شناسش چنده. الان میدونم، میگم آیتم با شناسه 3 هستش و اون رو نمایش میده توی خروجی. خب نگاه کن، jQuery رو بر من میاره. اما جایی که نمیدونیم از همین لن استفاده میکنیم. این رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم، میگم یه دونه ازش کم کن. ولی خب چرا میگم یه دونه ازش کم بکنه؟ شناسه آخری که من دارم عددش چنده؟ 3، اما تعدادش 4 تاست. پس یه دونه از تعداد کم بکنم میشه شناسه آیتم آخر، درسته؟ اینجا نگاه کنین، CLS باز دوباره برای من jQuery رو نمایش میده. اگر این منهای یک رو نذارم چه اتفاقی میفته؟ یعنی از ایندکسی استفاده بکنم، از شناسه‌ای استفاده بکنم که درون این لیست وجود نداره. حالا فعلا اینو میذارم باشه، میگم که print کن my list شناسه مثلا 4. ما 4 نداریم دیگه، ایندکس شماره 4 نداریم. این شناسه منظور همون ایندکس هستش دوستان. ایندکس همون شناسه هستش. خب ایندکس 0، ایندکس 1، ایندکس 2، ایندکس 3. شناسه 0، 1، 2، 3. خب آخریش 3. من یه دونه اضافه تر در نظر میگیرم، میگم 4. خب 4 توی این شناسه ها نیست، توی این ایندکس ها نیستش. ببین چه اتفاقی میفته. میگم رانش کن، به من ایندکس ارور میده، میگه آقا لیست ایندکس out of range. پس حواستون باشه اون عددی که به عنوان ایندکس دارین ارسال میکنین به my list توی اون آیتما باشه. خب یعنی اون ایندکس رو داشته باشید که اینجا 4 رو ما نداریم. نهایتش 3 هستش که از طریق تعداد اعضای تعداد آیتم های درون اون لیست منهای 1 میتونین اون رو به دست بیارین. خب اما یه مسئله گفتم که این ایندکس ها از 0 شروع میشه تا آخر، همینجوری میره یه دونه یه دونه بهش اضافه میشه. سوال، آیا ایندکس منفی داریم؟ بریم با هم دیگه ببینیمش. بذاریم من اینجا رو پاک بکنم. خیلی خب، اینجا رو نگاه کن. مثلا من میگم ایندکس منفی 1 رو بهش بده. به نظرتون چی کار میکنه؟ چی رو به هم نمایش میده؟ بذارین این رو هم کامنتش بکنم. اصلا کار میکنه؟ بله کار میکنه، اما خروجی رو نگاه کن، آیتم های منو نگاه کن، حالا خروجی رو هم نگاه کن. jQuery رو باز دوباره نمایش داد. یعنی چی؟ یعنی رفت از آخر شروع کرد به پردازش. خب مثلا اینو میذارمش -2. خب دوباره یه اجرا ازش میگیرم، رفت سراغ کاتلین، یکی مونده به آخر. یعنی چی؟ مگه ایندکس ها از 0 شروع نمیشد تا آخر بره یکی یکی هم بهش اضافه بشه؟ پس ایندکس شماره 4 میشه 3 دیگه. 0، 1، 2، 3. منفی چیه پس؟ چجوری داره کار میکنه؟ دوستان ایندکس منفی منظور همون ایندکس اون آیتم نیست، میاد از آخر برمیگرده به اول. خب اینجوری نیستش که بگیم آیتم شماره 4 ایندکس -1 رو داره، نه، ایندکسش همون 3 هستش. اما وقتی که شما میگین ایندکس -1 رو برام بیار، میره از آخر یه دونه انتخاب میکنه بهتون نشون میده. خب از این سمت ما ارور رو میخوریم اگر تعداد رو اشتباه بزنیم. اینجا نگاه کن، مثلا میگم -4. خب این به مشکل نمیخوره. چرا؟ چون از -1 شروع شد. اما اگر بذارمش 5، -5، نگاه کن ما باز هم ایندکس ارور داریم. لیست ایندکس out of range. حله؟ بریم سراغ مبحث بعدی. فرض کنید میخوام چک بکنم که آیا کاتلین درون این آیتما هستش. خب اگر بود بگه true، اگر نه بگه false. خب مثلا من اینجا دارم میبینم یه دونه متغیر تعریف میکنم، مثلا is exist کاتلین، میگم آقا این داخل هست مساویه true. بله هستش، دارم میبینمش اینهاش. اما فرض کنید تعداد این آیتما خیلی زیاد باشه، اون وقت نمیتونم بیام خودم ببینم. قابلیتی وجود داره که بیاد این عملیات رو انجام بده. میگیم آقا بیا کاتلین رو چک کن که داخل مای لیست هستش. اگر بود چیکار کن؟ اینو به هم برگردون. میبینید تایپش هم شده بولین به خاطر این کلمه کلیدی این. خب حالا اینجا میگم چیکار کن؟
پرینت کن برای من چیو؟ is exist کاتلین رو. میگم این بالا رو هم کامنت بکنیم، این از این. خب که نمیخوام چیز دیگه ای توی خروجی باشه. اینجا یه CLS بزنیم و میگم رانش کن. نگاه کن میگه فالس. چرا فالس؟ کاگلین نوشتم، این میشه تی. خب اونو پیداش نکرده، کهشم که درست هستش. CLS حالا میگم رانش کن، الان میشه ترو. چرا؟ چون کاتلین درونش هستش. اگر این کی رو میبینی به صورت حروف بزرگ بنویسم چی؟ اون موقع بازم میشه ترو. بریم با هم دیگه ببینیمش. میگم رانش کن، میشه فالس. چرا میشه فالس؟ حروف بزرگ و کوچیک توی زبان پایتون متفاوت هستن دوستان. بسیار خب دوستان، اینم از این مباحث. با لیست آشنا شدیم، نحوه قرار دادن آیتم ها در اون لیست رو با هم دیگه بررسی کردیم، انواع مختلفش رو با هم دیگه کار کردیم. گفتیم که تنها روش گذاشتن آیتم ها در اون براکت نیستش، میتونید از کلاس رنج هم استفاده بکنید. و در مورد لن صحبت کردیم، گفتیم میتونید تعداد آیتم هایی که در اون یک لیست هستش رو با استفاده از فانکشن لیست به دست بیارید. خب همینطور در مورد این نکته صحبت کردیم که آیا یک آیتمی درون لیست وجود داره یا نداره. دوستان لیست ها مبحث بسیار مهمی هستن. خب باید باشون زیاد کار بکنیم. نکاتی که دارن به نسبت زیاد هستش. چرا؟ چون کاربرد نسبتا زیادی دارن. برای همین من یه چند جلسه ای رو اختصاص دادم به لیست ها و میخوایم به صورت کامل باهاشون آشنا بشیم. بسیار خب، برای این جلسه کفایت میکنه. باقی موارد رو میذاریم برای جلسه آینده. ممنونم که این بخش رو هم با من همراه بودین و وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که مطالب این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. فعلا همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مایل و شاد باشید و فعلا خدا نگهدارتون.